در گزیته ها خدا را تنقید میکنن که آوازتان نمیبرد، پیغمبرتان تنقید میکنن آوازتان نمیبرد، پیشوای دین تنقید میکنن که 10 برابر خانه کعبه اینها محترم تر. بابای ایشان من از مخلصان شما هستم، نامم پرویز از ناحیه رودکی. ما در حدیث خواندیم که یک حبشی ساق کوتاه پیش از قیامت خانه کعبه را ویران خواهد کرد. از شما خواهش به همین نقطه روشنی اندازید که در بعض جاها قریب بود که باعث سرزدن فتنه شود. خوب دادری از این کاری نیست که برای و اختلاف کنید و فتنه کنید. در نشانه های قیامت یکیش همین است. رسول اکرم در حدیث امام مسلم گفتند یخرب الکعبه ذو السویقتین، یک روایتی هم هست که خانه کعبه را یک حبشی پاهای کوتاه خراب دارد ویران میکند. حتی گفتن چشم من دیدی استاد است که یک غشتاش میکند. خوب این نزدیک قیامت میشود. این سوال نیست که برای خاطر وای جنجال کنیم و اختلاف کنیم. این در وقت میشود که عالم اسلام مسلمان ها باقی نمیمونند و یک زمان میشود که کفر همه جا را غالب میشود. این البته پیش از فرامدن حضرت عیسی والله اعلم یا بعد حضرت عیسی که قرب قیامت نزدیک قیامت میشه را که تا یک موحد یک الله گو در روی زمین باشد قیامت قائم نمی شود. قیامت خداوند برای بنده های بدتر و کافرهاش باقی که موندن موحده از بین رفتن آن وقت قائم و برپا میکنند. شاید هم وقت باشه. از این سبب این مسئله اختلاف و جنجال نیست. ویران کردن خانه کعبه جای تشویشش هم نیست. یک خانه است حضرت ابراهیم ساخت، باز در زمان رسول اکرم پیشتر از پیغمبریشان ویران کردن، از سر سازش کردن. با در زبان عبدالله ابن زبیر از سر کردن شب و حجاج بدبخت ایسرش که خوب همین میشه. این ویران کردن و یگان جای دنیا را هم کلید نمی کند، ویران کردن و یگان عقیدی ما را هم ویران نمی کند، باقی ندارد. امروز مسلمان های ما به جای خانه کعبه را ویران شد تشویش نشوند. از خانه کعبه ویران کردن بدتر حادثه های شده است که واید خاموش میشن چیزی نمیگوین و خانه کعبه که وقت قیامت میشه برای و اختلاف میکنن. در گزیته ها خدا را تنقید میکنن که آوازتان نمیبرد، پیغمبرتان تنقید میکنن آوازتان نمیبرد، پیشوای دین تنقید میکنن که 10 برابر خانه کعبه اینها محترم تر. آوازتان نمیبرد برای یک خانه کعبه را کندنش تشویش اختلاف. چی جای اختلاف هستیم؟ میشود این لیکن این قیامت نزدیک میشود بشن. اگر همین روز هم شود شما مسلمان های بغیرت نیسته که پشتی گیرید دیدم پر همتون